اینجا کجاست؟ مرا کجا آوردید؟ دوستم یگان جای ترس نیست. با آقای فاروق وا میخوری و خلاص. درون زود. با دقت باش. میبخشید اکا یگان چی شد؟ بیوما دور شوی. اکا جان کنی آقای فاروق کجا شد آخیر؟ من نمیفهمم چرا اینجا اومدی؟ کجا میشود؟ در همینجا در قلبایمون زندگی میکند. تو چی ها میگویی؟ یا اینکه چیزی که شنیدی برادر. فاروقی نامرد میخواهد از من خلاص شود. مگر من آدمی هستم که سزاوار این باشم؟ و من بر این آدم چنین رفتار نارواست. مرا باید احترام کند. مرا فریب کرد. آخر مرا فریب کرده میشود. من بر این آدم را از کجا مییابد؟ برای آنها امنیت را فروختم. امنیت را. گوش میکنم آقای فاروق. یک جای با خیریم. تو را سرزنش دارد چخیل؟ خوب حاضر میآیم سردار. من باید تاجیلا روم. آقای فاروق مرا انتظار. من چیکار کنم؟ این احمق میایستد. گرفته برید شکمش را سیر کنید. در دستش 4-5 لیر دهید و رهایش کنید. فهمیدم اکا. تو احمقی مگر ها؟ در سرش پرانو با اخلاق تو دا پرتو. از من میپرسند از تو نه. چخیل پراند اکا؟ اکا جان التماس مرا رها کنید. من نه شما را دیدم و نه شنیدم. جان اکا جان مرا خلاص کنید. خدایا چیکار کنم؟ التماس از پی این رفته فاروق را به قتل رسانم. اکا جان آخر من چیکار کردم؟ یا اینکه خیری را از توده گرگان جدا کرده کشم. اکا جان آخر من به شما چی بدی کردم؟ یک سخن آقای فاروق را دو نکردم. حتی برای او شده خودم رو فروختم اکا. مثل آنی که قاعده رو نمیدانی حرف میزدی، فروشنده رو میفروشند، خودت رو باید نمیفروختی. به فکرم چاکن زیر چاه شده نیست. گوش کن. کلشی چی؟ حاضر دانشت رو به من میگویی. ما هم تو رو دستگیری میکنیم. نباشه دانستمون که دیگر تو رو کلش کمال نیو. کمال احمق میگویند. فهمیدی؟ چرا سردی میکنی؟ دلم را مشکن. مرا میازار. این با تو نمیسیبد. تو مگر قلب هم داری؟ قلب تو با مثل قوطی بطری است. چقدر زنی همونقدر بیشتر کار میکنند. سردارم به او هم چیکار کردن فاروق رو میفهمیم. 30 سال مانع زندانی شود. با این احمق سخن حیف است. والله اگر آنچه من میدانم شما دانید 30 سال زندانی نه 30 سال روی دست گرفته میگردید. خوب کنی گبزن. تو چرا میدانی تا اینکه ما هم آن را دانیم؟ تنها یک طرفه نمی شود. ما چون خریدار و فروشنده با هم رفتار میکنیم. آن وقت نصیب میسوزد و نه کباب. اکا مرا نپرانید. بیایید مصلحت میکنیم. چیکار مصلحت؟ از کشتن من به شما چی فایده اکا جان؟ از من ضرر نرسیده است به شما. اما آقای فاروق هم آمد. ای میگریزد. برای وضع چی میخوایی؟ آزادی. برای وضع یک خبر آزادی؟ عیناً. گوش کن. اگر فکر کنی که با دو حرفی گفتاد آزاد میشوی خطا میکنی. فهمیدی مرا؟ خطا میکنی. چیکار کردنی من نه. چیکار کردنی فاروق مهم است.
این چنین حادثه است نه تنها ترکیه تمام دنیا به پا میخیزد. از کجا دانیم که تو راست میگویی؟ نمیدانید، لیکن اگر از تلویزیون گویم که من به پلیس گفتنی بودم شنیدن نخواستند. گوش کن کلش، ما از پیش خود حق کسی را جواب دادن نداریم. از این خاطر با آقای پروکورور زکی یحیی مصلحت میکنیم، ببینیم که او چی میگوید. اگر اجازه دهد پس جواب میگیری. ایتو سردارم. شتابید، همگی 1 ساعت وقت ماند. زود یکی درایا بید. باز کجا گم شد؟ ایتو سردارم. برا اکا تو رو با من خدا فرستاد. اکا در این دنیا مثل تو جوان مرد رو ندیدم. بیا پایهایت رو ببوسم، حتی خاک پایت رو. درشاو. اکا التماس میکنم، این برایم شرف است. اقلا اجازه ده تا جای قدمهایت رو ببوسم. اکا اکا این چه خیل میشود؟ صدقه شم، آخر تو مرا نجات دادی. سردار این گرگان کجا گم شد؟ او رفت، دعوتش کردن. اجازه دهی منم آهسته آهسته. استا اکا التماس شیطان رو از خودت دور کن. بکار نیست. در اینجا یگانه شیطان این تویی. نجیب سردار باز قرارود شده از زود بیا. مایلش. مش بچه باز کجا گم شد؟ این ناموس در یک لحظه غیب زد. خیری عجله در دست من است. حتما تو را میابم. در زیر زمین هم باشه. آسان خلاص یافتی خیری. دیر نشده از اینجا گریختن در کار. لیکن چه خیلی بفرمایید آقای فروخ. مسئله همان بانکدار رو میدانی. آماده باش، وقتی کم داریم. خوب آقای فروخ، لیکن به یک چند ساعت وقت احتیاج دارم. اگر قبول دارید در نقشه تغییرات در آوردم. به هر نوعی که باشد کار را تمام کن. فراموش مکن عیب را به سر دینداران حواله میکنی. میگویی که از خبرنگاران قصد گرفتیم. بچه ها را تیار کن. خوب آقای فروخ. خیری را چیکار کردید؟ آن کار حل شد. حاضر در چکوره گورش دارد. خیلی خوب، خیلی خوب. جورا جون تو کجا بودی؟ گاه پیدا میشوی و گاه گم میشوی. دوستم آخر دعوت کردید آمدم. یگان واقعه شد؟ بخیر است؟ این نپرسه. همین کلش میگوید که فرخ نقشه های بزرگ دارد. چی نقشه؟ اما افسوس که حرفی نمیگوید. خاموش است. دوستم آخر شما طرز پرسیدن رو نمیدانید. من یک نزدش درایم میبینیم که چه خیل بلبلکش به خاندان میدراید. ایست جورا جون. پروکورور زکی یحیی هم اینجاست. اول او را بین. بیا. بله، میگوید که در دستم موادهای مهم دارم. میخواد از عیب دور کنی دست کشیم. چی توصیه میدید آقای پروکورور؟ سلام علیکم.
بخیر است یگید در کجا بودی؟ سردارم در کجا میشدم؟ در خانه؟ چی مسئله؟ بخیر است؟ نه کمال معلومات جدی دارد لیکن طلبات نیست دارد. خب سردارم طلباتش آسان. یک روز در حیدر پاشا مهمان میکنیمش. یگید شد سردارم، به خاطر شما 15 روز کفایه. جورا جون شد فهمو مالش، یک هفته کافی است. یا خدا. خوش چی شد رفیق پروکرور؟ سر پروکرور جزا خواهد داد. پرونده کلیش سیاه است. با وزیر عدلیه ملاقات کردم، در ارتباط می شود. آخر رفیق پروکرور با گفتی و وقتمون کم است. سردارم با اجازت شما. یگید اینجا بیا. چی گپ شد نجیب سردار؟ 10 ثانیه وقت داری، بوقی کردم میکشمت. 10. از سرمان بلا میارد. یگید ای جورا جون چیکار کرده ایستوده ای؟ آقای پروکرور در همینجا. نه گپ زن احمق. فاروق چی نقشه دارد؟ گپ زن. سرده او را. 5 یگید با تو میگم سرده گپ نساده میمیرد. 3 ای جورا جون درست نیست گپ میزنی احمق؟ گپ میزنی یا نه؟ یگید اینجا بیا. ممکن در مترو عمده ترکنده جا کنند یا شاید مکتبی را ترک کنند، سوی قصد کنند. نمیدونم چه فهمانم. عجلی تو در دستی من است. صبر کن یگید. سردارم یک بار اجازت دهید از برای خدا. گوش کن اینجا برای تو طرف خانه نیست. مرکز گستاپ هم نیست. مرکز دلخوشی هم نیست. اینجا شعبه کمیته امنیت. فهمیدی؟ بچه ها ببخشید در اینجا تلویزور هست. این رو به من باور نکردید. نکنید این حادثه را از تلویزور تماشا میکنید. بیوده نشسته چیکار میکنید؟ گوش کن من به تو امکانیت دادم. یا الله. محترم نوح انگشته خوش آمدید. کار همین روز تمام می شود. البته سردار. اگر همین روز اجرا نشود با تو جزا میدیم. این را خودت نقض میدانی. خواطر نشوید سردار. کار را چنان میکنیم که نه حکومت میماند و نه سروزیر کسی سلامت نمیماند. این را چون کفالت و چون وعده قبول میکنم. اجازت نمیدیم که پایهای جای سرت را گیرد. خیلی صبر کردم بس بودگیست. سردار اجرا میکنیم. با دستگیری شما همه در جای لازم خواهند شد. باید چنین شود. خواستم آمده خودم این را به تو گوی. میدانی که به تو باور میکنم. تشکر سردار. آقای فاروق من آمدم. شد. رو چی کاری که میکنی مسئله را حل کن. او را پارچه پارچه دیدن میخواهم. حتی زن و فرزندش را هم نیست کنید. اطاعت سردار. بله اطاعت سر پروکرور. نه هنوز چیزی نگفته است. نیتی گفتن هم ندارد. فهمیدم سر پروکرور. همه چاره ها رو می اندیشیم. در
آنجا کسی هست؟ میدانم هست. وقت کم مانده است. وقتی مصلحت هست. اگر نیگویید خودتان میدانید. دولتی کلان حیف می شود. کلش در روی خط سیاه نامد از اولین هاست. وقتی که از پایت آویختم میبینم چخل میخندی احمق. فهمیدم سر پروکرور، از روی قاعده عمل میکنم. چی شد آقای پروکرور؟ بله، اجازت رو گرفتم. خیریت، شکر خدا. شکر گفتید سردارم؟ آخر این پلیدی رزیل 2 تین ارزش ندارد. یک سلاح فروش کثیف را آزاد میکنیم و باز شکر هم میگوییم؟ یگید تو مرا گوش کن. گوش کنید، تو در غضب هستی. راستش رو گویم افزایت بد است. میدانم که عدالت جایش رو میگیرد. تو چی فکر میکنی که این داد و گریف با من معقول است؟ معقول نباشد نکنید محترم پروکرور، نکنید. مایلش نمیکنم. با صدها اویده رفته یک با یک این رو فهمانده میتوانی؟ ما رو ببخشید، ما این آدم رو آزاد نکردیم. از این خاطر شوهرتان، همسرتان و فرزندانتان مردن. او را ما حتما جدی تفتیش میکنیم و در آخر جلوی آنها را میگیریم و برای قانون شکنی دستگیر میکنیم. اینطور باشد اختیارتان محترم پروکرور. بیایید وقت را از دست نداده فهمیم که او چی نقشه ها دارد. رفتیم. مرحبا. طلبات رو پذیرفتیم، کفالت میخواهم آقای پروکرور. اما تا روز حادثه در اینجا میمانی. اکنون با ما نقشه رو بگو. هفته گذشته سروزیر در مسئله ملی سخن گفته بود. فرخ باشد. برقه از تاجری یهودی را میکشد. بر زمین او در دیگر کارها هم دست دارد. بعد گناه رو به سخنرانی سروزیر بار میکنه. او رو از بین میبردارن و باقی همش معلوم. دولت با خود میجنگد و ملت به پا میخیزد. امین است نقشه شما؟ نخواد وحشیگری را بینید. حیات انسان همین قدر ارزان است؟ گناه را به سر دینداران بار میکنند. آنها آدم دارند. با استفاده از تلویزیون در همه جا ثبت‌های تهدیدآور پهن میکنند. این آدم کیست؟ در کجا میشود؟ ماریا کاهن نام صاحب کار. این سحر در مکتب با توفه قدردانی میگردد در لیسه فوزی چکمک. بلا زند. این یک صاحبکاری با ابرو است. نفر است که در همه جا تاکید میکند که این دیار را دوست میدارد. حتی از دینداران خودش را نهراسیده راستگو میباشد. حتی همین روزها همراهش راهبی بود. سوی قصد که میشود؟ اگر حاضر برایت رفته میرسید. نندو تو دسته رو خبر کن. همه برای عملیات آماده باشند. اطاعت سردارم. با اجازت شما آقای پروکرور. مرحمت جناب. خوش آمدید آقا. خوش باشید آقای اونی. خوش آمدید آقا. خوش باشید. مرحمت. بچه ها خواهش میکنم من رو کمک میکردید؟ البته اکا. در این مملکت معیوبان را فکر نمیکنند. دستگیری کردن شما بر این بچه ها خیلی گوار است. تشکر. آقای ماریا هم شخصی سخاوتمند است. او ما را تعلیم داد. با دستگیری او صاحب وظیفه گشتیم. انا همین خیر. این گلها را برای او آماده کردم. شد اکا. سلامت bashid. Sevda düştü içimize, her şey önce yüce vatan içindedir. Yüreğimizle sevdik, yüreğimizle yendik.
Gücümüzü haktan aldı, kor ateşlerle yandı. Haydar diridah diridah. ақлам намегирад сардорам ки чунин нақшаҳо мекашанд. аҷиби корам ин аст ки нафароне ки ин корро мекунанд фикр мекунанд ки ба ватан хизмат доранд. чӣ хел? ҳамин хел. агар пурсӣ худашонро ватандӯстдор медонанд ва мисли онҳо ватанро гӯё каси дигаре дӯст намедорад. ватандӯстдор ва бономусанд онҳо. ин чӣ гуна ватандӯсторист? ин чӣ гуна ватандӯсторист ки мардумро ба якдигар ҷанг меандозанд? ҷавонони пурҳаяҷонро истифода мебаранд, дар дасташон силоҳ дода ва кӯча ҳавола мекунанд онҳоро, гӯё ки амният таъмин мекунанд. корҳояшонро расмӣ нишон дода силоҳ ба даст мекунанд. хуб, аммо аз куштани соҳибкори яҳудӣ чӣ ба даст меоранд? бисёр чиз ба даст меоранд. ба хости онҳо давлат бояд доимо нотинҷ бошад. давлат на овозашро мебарорад ва ё каме ҳаракат мекунад ва ё рӯҳи тоза мегирад, зуд барояш ҷорубе тайёр мекунад, боз бо худ ҷангу ҷидол мекунад. худашонро ҳоким эълон карда шаҳр медиҳанд ва дар ҷои нишастаашон корро идома мебахшанд. ту пастӣ ва паст бояд бошад. чунин аст ақидаи онҳо. фаҳмидам. яъне аёз ҳадатро шинос, ту ҷаҳони сеюмӣ ва аз чаҳорчӯба набаро. худи худаш. вагарна хуб медонанд ки мо дунёи сеюм нестем. медонанд ки дар муқобили ноҳақӣ қомат хам намекунем. фиреб хӯрем ҳам фиреб намекунем ва онҳо таърихи моро аз худамон зиёдтар медонанд. то ҳамин дараҷа рӯйрост амал мекунанд. аз як тараф ин нишонаи хайр аст. дар гузашта шахсони қаторӣ буданд онҳо. ҳозир онҳо бетаъсир шуданд. маҷбур шуда саҳна мебароем. рӯи саҳна баромадани онҳо нишонаи оғози заволи онҳост. ҳамин ки дар саҳна намоён шуданд, қувваашон афсонавӣ наменамояд ва заифияшон ошкор мегардад. барои мо кормандони таъмини амният замони душвор аст, лекин барои миллату давлат ин замони хайр аст, зеро хамири мо ҳанӯз турш нашудааст. инро мо бояд ҳама наст донем. офарин сардорам. валлоҳ мӯи баданам рост шуд. аз даҳонатон асал мерезад. дар аст шумо бояд дар телевизион натоқ шуда кор мекардед. оғои иги суханро дуруст фаҳм. замон ба мисли кордест ки ҳар ду тарафаш тез аст. ба мисли девори намкаш ба худат макаш. илтимос. ҳозир ба саҳна муҳтарам саньёро ки хаткунандаи ҳамин мактаб ва самгузори синфи замонавӣ таҷҳизонда шуда мебошад даъват мекунам. ташаккур. марҳамат. баъд аз 20 сол дар ин ҷо миёни шумо будам хурсандиовар аст. чанд сол пеш ман дар ин литсей талаба будам. бо дӯстоям ин ҷо якҷо менишастем, якдигарро тасаллом медодем ва хурсандӣ мекардем. дар мусобиқаҳои мактаб рафта то гирифтани овозҳоямон дод мезадем. дину оинамон аз якдигар фарқ кунад ҳам мо ҳам табъаи ҳамин давлатем. ман фарқиятамонро дар дороӣ фикр мекардам. иди рамазон чӣ қадаре ки аз мо бошад, иди бехамирӣ ҳам ҳамон қадар аз онҳост. мо дар ин ҷо фаҳмидем ки хурсандиро тақсим кардӣ зиёд мешавад ва ғамро тақсим кунӣ кам мегардад. ҳозир боз як хурсандиамонро якҷоя тақсим мекунем. бо умиди тақсимоти хурсандӣ кушодашавии ин синфи таҷҳизонида шударо ба ҳамаи шумо муборакбод мегӯям. ба ҳамаатон, ба ҳамаатон ташаккур. саломат бошед, саломат бошед. дастаи амалиёт омода бошед. омодаем сардор. мутахассисони моддаҳои таркандаро низ хабар диҳед. намедонам бо чӣ рӯбарӯ мешавем. фаҳмида шуд сардор. ташаккур. дар ҳузури шумо мехоҳам ба муҳтарам коҳен барои хизматҳояш тӯҳфаи хотиравӣ супорам. марҳамат. ташаккур, ташаккур. саломат бошед. марҳамат гузаред.
مهدو تو اینجا باش. اطاعت سردار. ماشین رو وقتی بعد این رو هم بگیری. اطاعت سردار. انسان مثل آب بسیار با سرعت می رود. از یک طرف من می روم، از دیگر طرف او. عمری همه چیز می گذرد. انتظار می شویم. اینجا هم پرغواست. سبب هراسیدن من. همه اون چیزی که دیده و چیزی پای می بری؟ در دنیا الان نه. باید هوشیار باشیم. اون طرف رو دیدی؟ ها دیدم، هیچ چیز نیست. گذاشته این طرف بینو رو. فهمم. مهدو وضعیت در بیرون چگونه است؟ سردار وضعیت در بیرون آرام است. سردارم شخصی رشداری سرتوز به بینوتر اومد. من از پیش می آیم. فهمم مهدو. نظارت رو دوام دهید. شخص شبهناک وارد می شود. وطن کلمه مقدس است که ما رو تعلیم و تربیه نموده مثل مادر در پناه گرمی خود نگه می دارد. هر یک شخص وطندار باید وطن خود را مثل گهوارک چشم نگاه دارد. نه راحت از فلک جویم، نه دولت از خدا خواهم. اگر پرسم چی می خواهی؟ وطن خواهم، وطن خواهم. وطن مادر با ما تو مهربانی، مقدس تبر شیرین ز جانی. ز تو بهتر با این عالم وطن نیست. توی رخشان، تو خورشیدی جهانی. ما شکرانه از آن میکنیم که امروزها در پلیس کسی مرا فرستاد. دست ها با پلیسی دست های مرا میبندید. خودش چی گفت؟ آقان نیرو تو گیر. بچه ها خواهش میکنم مرا کمک میکنید. مرا سر دید. شما خطا میکنید. خاموش است. چون کرا نرسید. متخصص مادهای ترکنده آمد. در راه است سردار. چخیل بومبا چه ها میگید؟ سر دید. من چی گناه دارم؟ آرام باش. دستم که چی است بگو. کلیکسیس چیکار کرده باشد؟ حالا هم خبری نیست. خواطر نشوید سردار. ژاندپوش کارش را تمام میکند. خبرهای خوش خواهیم گرفت. آقا شما خوب هستید؟ تا آمدن شما خوب بودم؟ این چه سخن هاست؟ ممکن حیات شما را نجات داده باشیم. بله. راننده من را دستگیر کرده حیاتم را نجات دادی. باغبان را هم گیری دنیا نجات یابد. باغبان را؟ بیا آقای شوقی. بیا. آقای مریا سومکش را در خانه فراموش کرده است. تلفن و عینکش در همانجاست. همان را آوردم. احوال را ببینی. عیب است. ما را ببخشید. خبری گرفته بودیم. آفرین. خبری با اعتماد. شد. ما را ببخشید. یک نافهمی شده. برادر اینجا مکتب است. حاضر من به طلبه ها چی میگویم؟ چی خیلی شهر میدیم؟ جورا جان با کجا؟ تشنه شدم. با آب نوشی میروم. خواهی تو هم بیا. با من یاردم میکردید. التماس با من کمک کنید. در همینجا موندم. نامدی کار. لیفت هم کار نمی کند. این گلها برای کی؟ با آقای ماریو توفه کردنی بودم. از آن مرد چی میخواستند؟ از او چیزی نخواستند. کدام دام گذاشته است و پلیس هم فریب خورد. ببخشید شما گذراندید. نگاه کنید همه پریشان شدند. کودک‌ها ترسیدند. گوش کنید آقا. کسی را نیت ناراحت کردن نداشتیم. اما ما وظیفه داریم که حیات هر یک انسان را حفظ کنیم. روزهای آخر یگان نفر شما را تهدید نکرد؟ تهدید؟
جناب به شما چی شد؟ خوب است؟ به شما چی شد؟ شینید من خوب نیستم. سرم چرخ میزند. آقای مدیر زود دکتر مکتب را فرار کنید. حاضر. خوب هستید؟ فقط سرم چرخ میزند. شما را با بیمارخانه میبرم. ташаккури зиёд. чӣ гуворост ки мардуми кӯмакрасон низ ҳаст. саломат бошед. вазифаамон ҳамин. ба оғои марио дода натавонистам. ба шумо медиҳам. илтимос қабул кунед. ташаккур ака, ташаккур. ба дастатон чӣ шуд? ба зери дар монд. эҳтиёт бошед. албатта эҳтиёт кунед. хуб, ташаккур. рӯз ба хайр. саломат бошед. بیمارخانه نمیخواهم. عذر میگذارد. فشارم فرامد است. خدایا این چی؟ این چی باشد؟ یگان چیز رخ داد؟ ممکن است بینم. دیگر چم روی دهد. مرا به حالم گذارید. آقای شوکی بهترش با بیمارخانه مراجعت کنید. آقا باز نزد آقای ماریا دور مشو. اطاعت سردار. برای خور. оғои фаррух, нақша бехато иҷро шуд. умри марио 1-2 соат монд. майлаш жандапуш. фаромӯш макун. ба васоити ахбори омма занг зада сӯи қасдро ба зимма гиред. ба ахбор мавод лозим. ин нақшаро вайрон мекунад. калимаҳоро дигар накунанд. шариат меояд, ганаҳо бурида мешаванд ва дигару дигар. нақшаро истифода бар. ҳозир хости шумо шуд. келиш ба полис хабар дод. фикр карданд ки ӯро дар он ҷо мекушем. жандапуш, онҳо то ҳол нафаҳмиданд ки бо ки сару кор доранд. ман келешро мешиносам. ӯ барои наҷоти худаш падару модарашро мефурӯшад. чӣ, моро намефурӯшад? ман ҳозир ба хонаи марио меравам. он ҷо бомбаро мегузорам. оғои фаррух, шумо аз назди телевизор дур нашавед. жандапуш, фаромӯш макун. ту на танҳо ӯро мекушӣ, давлатро пароканда мекунӣ. ба назар гир. хавотир нашавед оғо. ҳама чиз мисли фармудаи шумо мешавад. дидед оғои фаррух, жандапуш коро хуб дар кардааст. ба шумо гуфта будам. дар он вақт чеҳраи наҷибро дидан мехоҳам. чӣ кор мекарда бошам? сардорам, худаш чӣ гап? он шахс барои дурӯғи гуфтааш ҷавоб хоҳад дод. сардорам, шумо ҳам ба мисли йигит сар кардед. ақлу ҳуши мо шумоед охир. имду дар ман ақлам намондааст. вай моро шармандаи ду дунё кард. با ما مثل موش و گربه رفتار کرد. سردارم این خیل نکنید. التماس کسی کاردار نشود. چی شد؟ در آخر نجیب سردار هم دیوانه شد. چی این خیل نگاه میکنی؟ رفتیم. گیر. دروغگوی احمق. سردارم آرام شوید سردارم. آرام شوید سردارم. ما را تو بازی داراندی احمقی بازینگر. حالا به حال ما میخندی ها احمق؟ سردار این دو سرده مرا. الان هم رازی گیره ما. آرام شوید. جناب میگن که به شما سوء کردن. نه چگونه سوء قصد؟ یک نافهمی شده است. این با یهودی بودنتون یکان علاقه دارد؟ رفیقان تا این دم در کشور تهدید نسبت دینم ندیدم. تنها بعضا مناقشه تجارتی بود و خلاص و دیگر هیچ چیز ندیدم و فکر میکنم که در آینده نیز نمیبینم. به همتون تشکر. خواهش میکنم یک طرف شدید. آقا همسرتون شما رو میپرسن. لبای خوب می آیم. شما آماده اید؟ زودتر بیایید، خواطر شده. مایلش شما آماده شوید. اگر خواهید بدتر می روید. نه نمی شود. با کودک وعده داده بودم لجرانی می رویم. ناامید نشوند. من خوبم.
майлаш инро шумо беҳтар медонед. 1 соат пас мерасам. تا دیدن. сардорам хоҳиш ором шавед, каме гузар кунед. چرا با من دروغ گفتی؟ چه دروغ؟ من به هیچ کس دروغ نگفتم. دروغ نگفته باشی چرا با ما مسخره بازی کردی؟ ابله چرا شما رو مسخره میکردم؟ آخر من اسیر شما هستم. لیکن شما فریفته شدید. فاروق شما خیلی زیرکتر است. келеш одам бар ин гап зан. чаро суханҳои нодуруст ва муаммодор гап мезанӣ? از افتش او درک کرده است که برای نجاتم با پلیس ها زبان یک میکنم و نقشه هایش را عوض کرده است. نقشه دیگرش را میدونی؟ کمال کلش خطاگی از من رخ داد که با بندی پوسیده به چاه در آمدم. از این پس باورت ندارم. تو این را فهمیدم آن бачаҳо ҳама омода шавед, падаратон дар роҳ аст, ба улу дағ меравем. داداجانم چه خوب داداجان. کنی بینم کار میکند. سه بار زنگ زده شود در چهارمش الویدا آقای ماریا. از شما پنیردار بودن؟ نه، پنیردار از من است. مرحمت. خانم، دو خوراک دیگر از آن ما بود. کلچه قندی ما از کدام کشور می اومده باشده؟ ببخشید، من به کدام شما خدمت رسونم. کمی صبر کنید، زود میارم. اینقدر بسیار گپ نزنید، زودتر بیارید. خاله جون، با نفری مشترک کار میکردیم. امروز به زادگاهش رفت. من تنها موندم. اوی، گپ رو کم کنو، زودتر بیار. شد ببخشید، راست میگویید. یا خدا، در بلا موندیم. خیلی رفتیم از اینجا. خیلی را دستگیر کردیم و به دادگاه بردیم. او را آزاد کردند. شرمنده شدیم. با چهار طرف خود را میزنیم، میدویم. باز شرمندگی. سردارم، ما چی عیب داریم از برای خدا؟ من به تو یک چیز میگویم. ما این حجت و سلاح را برای زیب و زینت میکشانیم و احوال ما نگر. لبه زنک. نجیب، احوالم بد است. گیراز رفت، من تنها موندم. رفت؟ خدایا توبه. نه خیر گفته توانستیم و نه گسیل کرده توانستیم. من به تو میگویم احوالم بد است نجیب. کی میایی؟ زنک، باور کن وقتی سرخوری هم ندارم. نیاردم چی میابیم. مهم خرسند بودن کیراز است. چیکار کنیم؟ هم که ممکن برای او بهتر است. سردار چی گپ بچه؟ خیری گریخته است. چی؟ به کجا؟ مسخره میکنید؟ نه سردار، چه خیلی مسخره. بعد من به تو زنگ میزنم. من به تو بعد زنگ میزنم. کار دارم. از زبانش به غیر از من کار دارم. دیگر گپی نمیشنوی.
چی شد اپا؟ خوبم رانو دیگر چی گویم تابم خیره کیروز رو گسل کردید؟ گسل کردیم لیکن چرا شما نآمدید؟ طاقت نمی کردم با تمامی روز گریه می کردم و گریه این خانم کیست؟ هنر اپا ملیکا شناسیگید این همون ملیکا خیلی شادم خوش آمدید خوش باشید من هم شادم به خدا اپا جون کیروز خیلی گریست ما هم گریستیم من این دکان را تنها چکار میکنم اپا جون کارتون بسیار باشد ما کمک میکنیم البته جوی اپای کیروز رو گرفته نمیتوانیم لیکن ملیکا تو خیلی دختری با غیرت هستی هنگامی دانشجویی در امریکا پیش خدمتی هم کردم این به من مشکل نیست این دختری آقای کبوتر نیست مگر؟ آخر او خیلی ثروتمند است چه خیلی پیش خدمتی نامش نیست لقبش کبوتر است این دختر با پدرش تماما مانند نیست او دختری که با عقل است اما یگیت رو تنها آن همین دختر میتواند آدم کند در پیشش کسی نبود مگر؟ نوبادار هم نبود؟ بود سردار ما بودیم لیکن جزمی آمد با رفیقایش شما روید گفت نوبت رو ما میگیریم سردار ارجان رو دیدیم در زینپویا بود و بیرون برآمد ارجان در کجاست ارجان؟ سردار ارجان رو دیدم در زینپویا بود با بیرون میبرآمد میام دو تو با من بیا نیاز مصطفی رو گرفته همه برآمدگاه رو خوب شد سردار رفتیم ایست جورا جان او رو دار خودش دیگه کجا میگریزی؟ سردارم بخیر است؟ جنایتکاران تمام شدن نوبت پلیسان شد مگر؟ خیری با کجا گرفت؟ با کجا بگو؟ نمیدونم سردار نمیدانی پس چرا میگریزی؟ فورا با من پول بسیار در کار شناسنامه تیار کرده باید گریزم اما از کجا یابم؟ اوف شکم هم گرسنه است مرغ بریان اگر از همین یک تا باشد مردم از گرسنگی پلیس شد شما مالها رو در دکان جابجا میکنید تا دیدن اکا جان یک لحظه تلفن رو ده زنگ زنم بسیار مهم است نه نمیشود دادر کمی دورتر تلفن ها است رو از آنجا زنگ زن احمق مرا گوش کن من برای امنیت شما برای ناکسان زحمت میکشم یک تلفن رو از من بی میدونید تلفن رو چیکار میکنی سرده میگویم دوست را دارید دوست را تلفنم را بود فورا پول لازم شناسنامه میخواهم وگرنه این دفعه همه رو با پلیس میگویم این شب در همان جا وا میخوره فهمیده آفرین ملیکا هم دختری با هنر بوده است لیکن کیروز دیگر بود میدونم اپا میدونم چند سال است که با هم دوگانه بودیم اما دلم رو باز از نفس سیاه کردی میدونید چی؟ دکانتان رو بندید از پگاه سر کرده با دوزی مشغول میشویم دوزی کنیم و نجیب هر دویمان را زندانی کند خدای توبه کردم ملیکا تو چی میگویی؟ چی شد؟ برآمده کمی سیر و گشت کنیم میگویم میشود با شما معقول باشد با من هم معقول به همین اجازت گرفتم اکای نجیب رو هم میگیریم نجیب رو؟ چی شد؟ میمدو هم میآید صحبت میکنیم خیر رفتیم آقای فروخ J4 مالی تازه خارجی است اگر ترکت مردم فکر میکنند که قیامت شد باقی کاری شما آقای فروخ هر چی خواهید کردن گیرید ولی آقای فروخ آقای هلدون خبر دادند اول حادثه را حتما او به نوار میگیرد
وسایدро نیز خبر میدهند که دینداران کردند. حزب‌های دیگر هم حتما دستگیری میکنند. با همین یک چند ملخ در میدان پیدا میشود. در این دور به پول هیچ کار کرده نمیشود. ژنده‌پوش، من تو را چندین سال است میشناسم. در دستم کلان شدی. تا امروز حقت را ندادم مگر؟ دادید آقای فروخ. کار که اجرا شد مبلغ را میگیری. روزای آخر کمی بی پولیم. میخواهیم گوییم که چه ها میگویی کبوتر؟ همین مصرف ها را کبوتر گویا که پول از کیسه ما میبرآمده باشد. باز به دستمان مبلغ کلان میرسد. راست میگوید آقا. میبخشید ناراحت کردم. خیری زنگ زده بود. با من واخوردن میخواهد. این حشرات زنده است؟ راه یافته از آنجا خلاص شده است. دیدن میخواهد. پول ندهیم همه چیز را به پلیس میگوید. شد چیزی آشکار مکن. واخوری کن. بعد زبانش رو بریده به من بیار. فهمیدم آقا. نگاه کن همین است. بله سرکمیسر، همین بود. اما کی بودنش رو نمیدونم. سردارم، این شخص کلیکسیز نام دارد و 1001 گناه هم دارد. لقبش ژنده‌پوش است. برای چی خائنی کردی؟ چرا؟ تهدید کردن سردار. کودک بیمار دارم. میکشیم گفتن. خودت را فروختی. شرف و ناموست را فروختی. احمق، چرا امنیت را فروختی؟ این لباسی با شرف را چرا آلوده کردی؟ من کسی را نفروختم. خواستم حیات کودکم را نجات دهم. ارجان چرا نزد ما آمد؟ در تگ این بام کی فرزندی من و تو گفتیم کی را صاحبی نکردیم؟ کی از دستمان آمد و نکردیم؟ نمیدونم سردار. خانه آمدند. همسر و من و فرزندم را میکشیم گفتند. کمی در دستم مبلغ گذاشتند. سردار مرا ببخشید. ارجان خودت را سوزاندی. با ناموس زندگی کردن بهتر از گناهکار شدن. تو پلیسی چخیل نمیدانی که افلاسی روز نه روز فاش میشود. حاضر خوب شد مگر؟ های بادا که لباسی با شرف را با دو تنگه فروختی. معلوم شد که لایق نبوده ای. برید او را بیاناتش را با پروکورور دهید. این آدم کیست؟ کلیکسیز؟ او امروز در مکتب بود. راست میگویی؟ خودش سردارم در عرابشه معیوبی. سردارم، کلش کمال گفته بود که از خبردهی من آقای فروخ تخمین کرده است. ممکن نقشه را تغییر داده باشد. لابای آقان، حالا با آقای مریا یجا هستی؟ بله، از بیمارخانه بر آمدیم و سوی خانه رفته ایستاده ایم. فهمم. از تو جدا نشود. تهلکه تمام نشده است. احتیاط بکن. اطاعت سردار. ما هم در راهیم. در پیش خانه وا میخوریم. دوستم، به تو بعضا چنین می شود. جورا جان چی می شود؟ گویا که واقعه را قبلا اثر گذرانده باشه. یعنی اگر درباره دویده به ماشین سوار شدن رو گویی 1000 بار اثر گذراندیدم. به تو چیزی هم گفته نمی شود. سلام مردمی سیرکو. سلام. خوش آمدید. خدا حافظ.
در اینجا چیکار داره؟ شما خوب هستید؟ اگر ممکن باشد شوهرم را دیدنی اومدم. خیلی شد او را ندیدم. اپا ما مثل آدمان آهنینیم. این را سنجیده میبینیم. خانم حالا وقت این سخنها نیست. چه حال داری یکیت؟ چه طوری که میبینی یک نوا را از اولش پخش میکنیم. اگر وقت میداشتید یک جای قهوه نوشی میرفتیم، لیکن ما را ببخشید، ما باید فوراً رویم. زود باشد خانمان، برای کار با شما. به شما برای کار نجید. خدایا توبه. چی گویم؟ روند رفتن گیرند. خودمون میرویم، به آنها هم میشوند. چی گفتیم؟ رفتیم. بلش رفتیم. شد خانم. حاضر میرسیم. آماده اید؟ انا حاضر میرسیم. شما بیرون برایید. کاش که این سفر رو با تأخیر میگذاشتیم. به من باشد نمیروم، لیکن بچه ها دل شکسته میشوند. این بسیار کاری غلط است. میفهمی؟ کجا شد این آدم؟ خدایا این تیرزه چرا گشوده شده است؟ آنها آمدند. مرحمت جناب. دادا جون دخترم، بچه جان. دادا کجا بودید؟ انا اومدم. خاطر شدید؟ اولودوخ کی میروین دادا؟ البته میرویم، البته. داداتون وعده داده است. آفرین. این اویله زیبا حیف می شود. شوقی باغاج رو گرفتمون میرویم. خوب شده است. марио ҳолат хуб аст? агар хуб набошад баъдтар меравем. бачаҳоро розӣ мекунонам. گفتن که خوبم. شد همه گذشت. برام میبرایم. майлаш. گفت پاشتا رو بینم یکون چه است؟ ман саҳар дидам ягон чизи муҳим нест. як-ду ҳисобот омадааст. نباشد رفتیم. биёед бачаҳо. о полис омад. بار دیگر روزتان بخیر. چرا آمدید؟ یگان معلومات گرفتید؟ بله جناب. آخه کودک ها هم اینجاند. گوش کنید آقا، وضعیت جدی است. اجازه دید اطراف را یک بار بینیم. برای سلامتی اویلا، برای بخطری. марио иҷозат деҳ корашонро анҷом диҳам. ما رفتنی بودیم. مایلش مرحمت ببینید. تشکر زیاد. بچه ها اجازت گرفتیم همه جا رو کوبید. یگون جای ندیده نموند. کور چشم آرزو دارد، اما در اطراف هزار چشم. از تخمینم زورتر می شود. سردارم کمی دورتر ماشینی است. در درونش نفری هست و به اینجا نظارت میکند. رفته سنجیدن رو که کسی هست اونجا یا اینکه نه؟ فهمو. سلمان با من بیا. چی گپ شد؟ آقای ماریو، التماس از ما دور نشوید. آقای پلیس چی گپ است؟ آرام باشید خانم. تنها سنجش است. سردارم من هم رفته یک ببینم. احتیاط کن یگیت. بیایید، خوش آمدن.
این آواز از کجا؟ چی شد؟ از همینجا؟ های تو از ماشین فرای دستورانت رو به بالا بردار. خودش چیکار؟ گلهای پگویی داده خدا؟ با تو میگویم مگر نمیپرونم. این آخرین آگاهی است. فرا میگویم. ابله فکر کرده که من سحر تو را در مکتب نشناختم. ملخک کنی یک بار دیگر جسته بین. حامیان فیلم در مرکز پرودوسوری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان و محرر غیور اشوری رستگان، مهندس ثبت آواز و تنظیم لطیف زوربیک، ترجمان الهام ظهوریان، راهبر گروه ایجادی فرهاد سفر، پرودوسر کاملجان سفر. به نقش‌ها آواز دادند فیروز اومد، آرتق قادر، ناظم ملیک، ملاحت بانو، نسای محمد جان، سلطان مراد بابا مراد، شهرت رحمت الله، دولت عبیدالله، نظرمد موسی، دلربا بانو، صلاح الدین شکور، زهره بانو، فرقت، مهر نسا، خوشنود و دیگران.